سلام. آقا من به دنیا که اومدم بابام به پرستارا مشکوک شد که منو عوض کردن. یعنی من واقعی رو دادن به اونا، اون من غیر واقعی رو دادن به اینا. یعنی من اونم، اون منه. یعنی من مال اونا که دادم به اینا، این مال ایناست دادم به اونا. ببینید نگاه کنید، این الان منم، اون اونه. بعد ما شدیم این منم که دست اینام، اونی که مال اوناست دست اوناست. بیشتر توضیح بدم؟ نه فهمیدیم. این شک همراه بابام بود. یعنی تو دبیرستان منو صدا کرد، گفت بیا اینجا. گفتم جانم. گفت ببین من کچلم، عموهاتم کچلم، داییاتم کچلم. گفت چرا موهات پر پشته؟ گفتم که به مامان رفتم دیگه. گفت مامانتم کچله. گفتم پس اون موها اینا. گفت اون کلاگیسه. گفتم پس کی منو شیر میداده؟ گفت چه ربطی داره؟ من میخوام یه چیز دیگه به تو بگم. ببین تو بچه که بودی جات با یکی دیگه عوض شد. یعنی تو مال اونایی که دست ماه، اون مال ماه دست اوناه. ببین بذار برات بیشتر توضیح بدم. این الان تویی که مال اونایی، اون که مال ماه دست اوناه. اینا جابجا شدن. فهمیدی؟ گفتم خب پدر من چیکار کنم؟ گفت بهم نگو پدر چندشم. اینو در نظر بگیر، من پدرت نیست. گفتم که من برم دانشگاه، صبح برم شب بیام، کمتر هم دیگر رو ببینیم، رابطمون مسالمت آمیز بشه. انقدر درس خوندم که مشهد شهر خودمون قبول میشدم. یا این نتایج اومد دیدم جندی شاپور اهواز من قبول شدم. رفتم جاش گفتم پدر ببخشید شما نتایج انتخاب رشته رو دستکاری کردی؟ گفتش که اولندش که پدر نه آقای صبوری، دومندش که بله به زندگی جدیدت سلام کنه. گذاشت رفت. گفتم که بریم جندی شاپور. بی پول بی آر رفتیم اونجا. من 2 تا راه بیشتر نداشتم، یا اینکه تلاش کنم، یا اینکه تلاش کنم زن پولدار گیرم بیاد. ببینید در هر صورت این 2 تاه همیشه تو ذهن من، چه من اینو انتخاب کنم چه اونو. اون تلاشه به نظر من بهتر از این تلاش است که زن پولدار گیرم بیاد. خلاصه گفتم زن پولدار گیرم بیاد. روز اول رفتم تو بوفه دانشگاه. رفتم بوفه دانشگاه دیدم یه دختره داره چیزبرگر با قارچ و پنیر میخوره. گفتم این 100% پولداره. رفتم جلو گفتم که سلام خوبین؟ گفت مرسی. گفتم که میشه بهم جزوه بدین؟ گفت اولندش که امروز روز اول دانشگاهه، استاد نیومده که من جزوه داشته باشم. دومندش که ما هم رشته نیستیم. سومندش که چیزبرگر با قارچ و پنیر 6000 تومانه، من پولدار نیستم. گفتم فهمیدی؟ گفت آره. گفتم گفت من فامیلیم تیز و بزه. گفتم این دنبال این تیز و بزا نرم، برم دنبال یکی که پولداریش ملموس‌تر باشه. این شد که گذاشتم آخر ترم بشه، دیدم یه دختره از هر روز با ماشین مدل بالا میاد و راننده داره و اینا. گفتم آخر ترم برم از این درخواست کنم. رفتم آخر ترم زدم به شیشه راننده، کشید پایین. گفت جانم. دستمو گذاشتم رو صورت راننده، چسبید به صندلی. گفتم که خوبین؟ میشه بهم جزوه بدین؟ گفت داری چی کار میکنی؟ گفتم من از این راننده ها 2-3 تا دارم. گفت بابامه. اینم برید. رفتم اینترنت سرچ کردم ببینم ایراد من چیه. زده بود که عشق یک اتفاق باید بیفته. رفتم تو سالن دانشگاه بسازم تا بیفته. یهو دیدم یک خانومی داره رد میشه، خیلی هم اتفاق خوبی بود به نظرم.
رفتم دنبالش، بهش گفتم که سلام خوبین؟ گفت مرسی. گفتم که میتونم شمارتون داشته باشم؟ گفت بابته. گفتم امر خیر. گفت نه. مونتا چون من بچگی جودی عبود رو نگاه میکردم. جودی عبود یه کارتونیه واسه تحلیل روانشناختی خانوم ها. ببین خانوم ها خیلی پیچیدن. مامانم من بابامو میزنه. میدونستم این گفت نه یعنی آره. خلاصه 2 روز گذشت دیدم اومد سر کلاس. گفتم به به. رفتم جلو گفتم که سلام خوبین؟ چقدر خوب شد که ما با هم دیگه هم کلاس شدیم. شما هم با خانم دکتر مددی برداشتین؟ گفت خانم دکتر مددی هم. گفتم منم پروفسور سنی ام. گفتم منم پروفسور سنی. آیا آب یا آب وقت ما نگیر، برو جلو. بعد گفتم که برگردم برم جای بابام. 2 تا راه بیشتر نداشتم دیگه، گفتم انصراف بدم. رفتم جای بابام گفتم بابا بیا بریم تست دی ان ای بدیم. گفت اگه جواب مثبت بشه من چه خاکی به سرم بریزم؟ گفتم خب چیکار کنیم؟ گفت سکه میندازیم. اگه شیر اومد تو پسر من نیستی، اگه خط اومد انقدر میندازیم تا شیر بیاد. انداخت یه ضرب شیر اومد. گفتم که بیام خندوانه واسه خودم کسی بشم زنگ بزنم. اولین باری که منو نشون دادن دیدم گوشیم داره زنگ میخوره. آقای صبوری بود، معلوم بود پشیمونه. گوشی رو برداشتم گفتم جانم. گفتش که میشه ازت یه خواهشی کنم؟ اصلا ملتمسانه بود. فهمیدم پشیمونه. گفتم که بفرمایید. گفت میشه حالا که رفتی رسانه ملی نگی فامیلیت صبوریه؟